100 بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و شکاف‌ها. چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس‌ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسل‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود. نکنن برادران با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید هم اشتراک نظر هم هست. این همه مشترکات داریم، اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلاف. نگذاریم تلاشم، همتم در زمینه مسائل شیعه و سنی و این مسائلی که وجود داره در کشور ناظر به این جهته که ما عنوان امت اسلامی رو فراموش نکنیم. من خواهش میکنم آقایون در نمازهای جمعه، در اجتماعات بزرگی که تشکیل میشه، در ارتباط با عناصر برجسته زبده اهل سنت در بخش‌های مختلف این عنوان امت اسلامی رو